وای وای وای. اول اینو بزنیم. دی پدر و مادر. بزن کول سگ رو. سلام برای بچه دوست داشتنی، وقتتون بخیر. به چنل موجی گیمز خوش اومدید. این اولین ویدیو از چنل دوم منه و قرار داخل این چنل واکترو بازی‌های معروف رو با هم دیگه پیش بگیریم و داستانشون رو با هم بررسی کنیم. چنل اول من اسمش هست موجی مارشال. تقریبا 4 سال داخل یوتیوب فعالیت میکنم و محوریت اون بازی‌های سبک بقا و بازی‌های سبک سروایوله. اگه به اون سبک بازی‌ها علاقه دارین حتما اون چنل رو هم ببینید، چون داخلش ویدیوهای خیلی خفنی هست. برای امروز بازی که در نظر گرفتیم بازی سایلنت هیل 2 نسخه ریمیکشه که جدیداً خیلی سر صدا کرده. تقریبا 1 هفته است اومده و نمره 87 رو گرفته که فوق‌العاده است بچه‌ها. قراره این بازی رو با هم دیگه به صورت کامل بررسی کنیم و بعد داستانش رو داخل یک ویدیو جداگانه کامل براتون توضیح بدم. بدون حرف اضافی بریم تو کار بازی. خب دوستای عزیزم، با این صحنه جالب بازی رو شروع میکنیم. نمیخوام داستان بازی رو اسپویل کنم، ولی میخوایم که غرق بازی بشیم و از بازی و جزئیات و گرافیکش لذت ببریم. موسیقی متنش فوق‌العاده است. موتور آنریل انجین 5.5 داخل این بازی استفاده شده که در نوع خودش خیره کننده است بچه‌ها. صداگذاری و اتمسفر داخل بازی محشره. از تمام المان‌هایی استفاده کردن که ترس رو به شما القا کنن و موسیقیش که دراماتیک، ترسناک، فوق‌العاده است. گوش کنید. دقیقاً چهره یه آدم اندوهگین و افسرده ناامیده. داره زنش رو میگه واقعا تو این شهر هستی تو؟ چقدر موسیقیش خفنه. صدای زنشه. سایلنت هیل اسم این شهر بچه. میگم قول داده بودی که یه روزی منو بیاری اینجا، ولی هیچ وقت این کار انجام ندادی. میگه من الان اینجا تنهام، تو مکان مخصوص خودمون، منتظر تو هم. در حالی که زن این مرد مرده 3 سال پیش. خیلی عجیبه. جلوتر نگاه کنید. میگه من یه نامه دریافت کردم. میگه اسم روش نوشته بود مری، اسم زن من. میگه عجیب بود، چطور ممکنه؟ میگه 3 سال قبل به خاطر یه مریضی فوت شد. میگه حالا برای چی من دارم دنبالش میگردم؟ Our special place، یعنی جای مخصوص ما کجا؟ منظورت چیه؟ کل این شهر میتونه مکان مخصوص خودت باشه. آیا واقعا مری اینجاست؟ آیا واقعا زنده است؟ منتظر منه؟ یعنی با زیرکی تمام یه قلاب انداختن اول بازی و شما رو محو بازی کردن. با یه همچین دیالوگی و همچین موسیقی آدم رو مشتاق میکنن که ادامه بازی رو پیش بگیریم. زنش مرده 3 سال پیش، ولی نامه‌ای به دستش رسیده که میگه من اینجام، تو مکان مخصوص به خودمون، بیا اونجا من رو پیدا کن.
و حالا این قراره که بره اونجا و اون رو پیدا کنه. خب اینجا یه نقشه گرفتیم. بچه ها داخل بازی سایلنت هیل نقشه یکی از مهمترین المان‌های داخل بازیه و خیلی استفاده از نقشه واجبه بچه ها و نقشه هاش هوشمنده. هر اتفاقی تو بازی بیفته داخل نقشه ثبت میشه به صورت اتوماتیک. گفتم بهتون گرافیک آنریل انجین 5.5 رو داخلش استفاده کردن. شما میتونید انعکاس درخت‌های روبرو رو داخل آب ببینید که فوق‌العاده است. حالا بریم جلوتر درگیر این جزئیات بیشتر خودمون رو میکنیم بچه‌ها. اینجا که چیزی نمیتونیم استفاده کنیم، توی نقشه یه راه وجود داره سمت راست ما، یعنی همین راهی که میبینید. خب اینجا رو که نمیشه باز کرد، مشتم که نمیشه زد، با پرش فقط دش به اطراف میکنه، کنترل هیچ کاری انجام نمیده و اوکی. بریم این سمتی ببینیم که داستان بازی چطور پیش میره. کلا وقتی میخوان یه بازی شاهکار رو ریمیک کنن، همیشه ما گیمرها استرس داریم که نکنه برینن تو بازی. بازی سایلنت هیل 2 هم دقیقا از این قضیه مستثنا نیست. صحبتش شده بود چون واقعا سایلنت هیل 2 با اینکه گرافیکش معمولی بود و تو دوران خودش واقعا بازی خفنی بود، گفتیم نکنه بیان و برینن توش. 2 ماه پیش که آپدیتش اومد، یعنی تریلر رسمیش اومد و ارزشات، فهمیدیم که نه، با یه بازی فوق‌العاده قرار روبرو بشیم و الان هم که بازیش اومده و سریعا بچه‌ها تهیه‌اش کردیم که بتونیم برای چنل جدیدمون این بازی رو قرار بدیم. یه چیز جالب میخوام بهتون نشون بدم. ببینید بچه‌ها این گل زیر پای ماه. خب ببینید هوشمنده، مثل خیلی از بازی‌های دیگه نیست که رد پاها نابود میشه یا اصلا رد پا نمیافته. الان من نکنید تمام این مسیر رو با رد پاهام رد کردم و تمام رد پاها داخل بازی مونده. خیلی جالبه. خب بریم جلو بچه‌ها، خط داستانی رو پیش بگیریم. از تمام المان‌های ترس استفاده کرده. خب جنگل‌های بزرگ، صدای باد، مه و همه اینا چیزایی که با آدم حس ترس رو القا میکنه. خب این آیتم‌های قرمز بچه‌ها گزینه سیو بازیه. چه جالب. این دختره کیه؟ الان خایه میکنه. وای دیوانه، یهو چرا دست میزنه بهش توی بیمارستان. یا نمیخواستم تو رو بترسونم. من یه جورایی گم شدم. گم شدی؟ دنبال سایلنت هیل میگردم. تو همین مسیره؟ درسته؟ میگه یه جاده بیشتر نیست به سمت سایلنت هیل، میتونی بری اون سمتی. ممنون. ولی بهتر ازش دوری کنی. میگه داخل این شهر یه سری چیزا قاطی پاتی شده، یه مشکلی داره، فقط به خاطر اون فاگ نیست. خطرناکه؟ ممکنه. توضیح دادنش سخته اما باشه، مواظب خودم، دروغ نمیگم، حرفتو باور دارم. میگه برام مهم نیست که خطرناک باشی یا نه، به حال باید برم. برای چی؟ میگه دنبال یه نفر دارم میگردم، کسی که برام خیلی مهمه. منم همینطور. دنبال مادرم میگردم. میگه خیلی وقت پیش اینجا دیدمش. میگه به نظرم قبر پدر و برادرم اینجاست ولی الان نمیتونم پیداش کنم. گیج میزنه خود دختره. میگه این مشکل تو نیست. میگه امیدوارم که بتونی پیداش کنی. میگه همچنین خودت.
سعی میکنم ترجمه کنم که شما با داستان بازی بچه آشنا بشین. البته بازی زیاد دیالوگ نداره، ولی جایی که داره رو حتما سعی میکنم خودم بهتون بگم، یا اگه خودم متوجه نشم زیرنویس فارسی کنم براتون موقع ادیت. خب دوستان به مسیر خودمون ادامه میدیم. نقشه میگه که ما باید این سمتی بریم، پس میریم جاده رو میگیریم و میریم. میگم کل بازی رازآلوده بچه ها، بیشتر از اینکه شاید ترس داشته باشه اون مبهم بودنه برامون جذاب‌تر میکنه این بازی رو. صدا گذاری رو گوش کنید. حالا داخل یه ویدیو جدید حتما موسیقی متن این بازی رو میذارم چون واقعا قشنگه. دوست دارم که اینم تو آرشیو بازیامون باشه. داخل این چنل میخوایم که همه سبک بازی پلی بدیم، ولی اولویت شاهکارهای دنیای گیمه. سری سایلنت هیل، سری رزیدنت اویل، سری گاد آف وار و بازی‌های جدیدی که میاد. کلی بازی خفن هست که دوست داریم پلی بدیم تو این آرشیو داشته باشیم. من چنل اولم اسمش موج مارشاله و داخل اون بازی‌های سبک بقا فقط میذارم، ولی از اونجایی که دنیای گیم خیلی وسیعه و من دوست دارم خیلی از این بازی‌ها رو تجربه کنم، این چنل رو زدم که بتونم آزادتر باشم توی موقع پلی دادن و همچنین از تجربیات اون چنل هم استفاده کنم. اشتباهایی که داخل اون چنل کردم رو دیگه تکرار نکنم تا بتونیم یه چنل موفق‌تر و پرقدرت‌تر رو داشته باشیم بچه ها. صدا گذاری فقط گوش کنم پشماش میریزه. خونه های داغون، صدای باد، مه، صدا گذاریش عالیه. خب میریم جلو. خب جلو یه در داره، اینور یه در باز داره بچه ها. بریم اینجا. خب بریم اینجا. اینجا یه چیز نوشته، میگه که آن رو بزنی. میگه رفتیم به شهر تا پنجره رو درست کنیم. کلید زاپاس داخل کشوی دراوره. خب باید پیدا کنیم کشوی دراور رو. خب این در که قفله، این ورم که بسته است. این پشت ببینیم که میتونیم کشو رو پیدا کنیم یا نه. اوکی. میگه کسی اینجا نیست. خب این رو بگه بزن تا از پنجره اینجا بتونی دش کنیم بری داخل. خب بریم این سمتی. یک کمد اینجاست، این کموده که هیچی و یه کشو. بله کلید رو گرفتیم. دقیقاً تو سبک و سیاق همون سریای رزیدنت اویل و سایلنت هیل آیتم ها رو میگیره بچه ها که عالیه. میگم وقتی ریمیک یا ریمستر میکنن سعی میکنن جدا از این گرافیک رو ببرن بالا، ولی به اون چارچوبای اصلی بازی دست نزنن تا خرابکاری نشه بچه ها. تا الان خوب پیش رفتن. خب کلید یوز. خب تازه داریم وارد ناتان، خیابون ناتان میشیم. خب بریم جلو و دور و ور رو ببینیم. این برا که همه بسته است. شهر بالکل متروکه است. اینجا هم که بسته است. بریم این سمتی. اینجا هم که چیزی نداره. هر المانی که شما بتونین وردارین رو روش یه گزینه میاد دقیقا مشخص که شما با چی میتونین آبجکت، چه آیتمی رو میتونین وردارین چه آیتمی رو نمیتونین وردارین. باشه پررنگی خاصی داره. اینجا هیچ نیست. بریم. صدای بازی رو تا آخر زیاد کردم تو هدفون که حس ترس رو بیشتر بهم القا کنه بچه ها. خب بریم. خب این برم که بسته است. ببین بازی رو متفاوت ساختن. چیزی به نام پرش وجود نداره بچه ها. شما داخل این بازی کنترل نداره مثلا بشینه بخزه، اینجور چیزا اصلا داخل این بازی نیست. متوجه شدین؟ اومده رو همون المان ها و دگمه های محدودی که داره کار کرده، به جاش رو داستان کار کرده، رو اتمسفر کار کرده و همین این بازی رو موفق کرده. شما در نظر بگیم بازی که اصلا
پرش نداشته باشه، شاید اصلا بخندی بهش، ولی الان داخل این بازی این گزینه رو اضافه کرده. ببینید خیلی راحت میتونه موفق باشه. اوکی، ما نقشه شهر رو گرفتیم و بریم داخل شهر ببینیم چه خبره بچه ها. خب میگه به سمت شرق برو. اوکی، میریم این سمتی ببینیم که اینجا چه خبره. ببین کلا تمام این خونه ها دراشون بسته است. یکی رو چک میکنیم، همشون بسته است. اگه دری باز باشه یا ظاهرش مشخصه یا نیمه بازه یا تو نقشه نشون میده. خب یه چیزی، یه خون و چرکه بچه ها. از چی میتونه باشه رو جلوتر میفهمیم. این سمتی رفته هرچی هست. آره این خون میره این سمتی. بریم جلو چه خبره. این همه درها که بسته است. هنوز وارد خود گیم پلی نشدیم بچه ها. هنوز وارد خود گیم پلی نشدیم. میشیم و کمبات ها و مبارزات شروع میشه. اوه 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 اوه. تازه موجودات عجیب و غریب شروع شده بچه ها. Hey, wait. گیخار به اون میگه وایسا، اون خودش زامبیه. بریم. وای هی او یکی این سمتی رفت. آره این خونه این سمتی میره. بریم جلو رو ببینیم. میگه برای این شب چه اتفاقی افتاده. خب بریم. اینجا این خونه میره این سمتی، پس ما همین مسیر رو پیش میگیریم. بریم جلو ببینیم چه خبره. چقدر خوفه. خب اینجا که چیزی نیست. صدای موجودی میاد. اوه 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 اوه. این چی میتونه باشه؟ خدایش خیلی خایه داره در این سمتی میره، ولی چون صحبت از زن سابقشه و ظاهرا خیلی دوستش داره، به خاطر همین داره میره دنبالش دیگه، بگن حالت عادی ارزشش رو نداره. خب دهنت سرویس. دقیقا داره میره همون جایی که خون بود. اوه. خب بریم این سمتی. همچنان این خون عجیب و غریب هست و رسیدیم به یه پایگاه جدید برای سیف کردن. خب بریم این سمتی. خب اینجا که چیزی نیست. یه جون ایول. و اینجا چیه؟ اینجا داخلش چیزی نیست. میگه دکمه وی رو بزنی میتونی از هلس استفاده کنی. اوکی. خب اینجا که کلا درا بسته است. این سمتی بریم. اینه که هیچی. صدای رادیو میاد. اوه 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 اوه. این چیه؟ یا ابوالفضل هیچی نداریم که. چرا این شکلیه؟ آها ایول. اولین وسیله خودمون رو برای جنگ گرفتیم. بریم. تخمه سگ گم شو عقب.
کثافت بی پدر و مادر. کثافت اسید داره بچه ها. روش چیزی میشه که آیتمی نمیده به ما. گیخار Is this what I saw in the fog? میگه اینو من داخل اون مها دیدم بچه ها. خب اینجام که بسته است، بریم این سمتی. خب این برام خبری نیست، بریم اینجا. خب دورو این چیه؟ اوکی سرنگ. اوکی وی رو بزنیم میتونه از اون جون و این چیزا استفاده کنه بچه ها. به به. میگه که من فلانجام، انگار داره یکی صدا ضبط برای این پیغام میفرسته. من فلانجا هستم، بیا فلانجا. میگه که من منتظر تو هم. waiting for you. خیلی قاطی باطی داره میگه، متوجه نمیشه اینجا شخصیته. اینجا رو متوجه نشدم چی گفت. انگار از قبل صدا ضبط کرد، نمیدونم، شاید هم توهمات این شخصیت باشه، نمیدونم والا. چون زنش که ظاهرا 3 سال پیش مرده، حالا چرا تو رادیو همچین صدایی میاد؟ مثلا بازی دد اسپیس بیشتر تو توهمات اون شخصیت بود بچه ها. خب تو ماشینا باید حواسمون باشه، تو بعضیاشون بچه ها لوت هست، حواسمون باید باشه بتونیم بگیریم. اینا چیزی داخلش نیست. خب بریم. خب تو نقشه نگاهی بندازیم. خب دقیقا از اینجا اومدیم، اون جایی که حالت هاشور داره یعنی بسته است، نمیتونیم بریم مستقیم به چهارراه اول برسیم. کبریت. اوکی تو نقشه علامت گذاری کرد. اوه صدای چیه؟ اوه کثاف، این چرا اینجوری رو زمین راه میره؟ خب سیب لازم نیست. فکر کنیم این داخل چیزی هست. نه بریم. تا جایی که بشه بچه ها سعی میکنیم که سیف کمتر کنیم. این ور که بسته است ولی باز چک میکنیم بچه ها، معذرت می‌خوام. او اینجاست. کثافت بزن گرش بده. یس آشقا مرد دیگه، ولش کن. تو چیزی نیست. کلا تو سری بازی های رزیدنت اویل و سایلنت هیل اینا آیتم کم به شما میدن، یعنی همه شما باید دنبال جون و تیر و اینجور چیزا باشین. خب میرسیدیم اینجا. بریم اینجا چی هست؟ خب بزنیم بریم چیه. ایول و یه دونه سکه گرفتیم. ما یکی دیگه بزنش. کجاست کثافت؟ تنم ریس میزنین میبینم، نمیبینمش، دید ندارم. بزنیمش چون بعدا برام داستان دو. کثافت. یس اشغال چندش. خون اومد دیگه، یعنی مرده. بریم. عجب عوضی بود. خب میگه مستقیم برو چهارراه اول، نه چهارراه دوم بپیش دست چپ. میریم. کثافت. از تو شکمشون اسید میاد بیرون.
بده عقب کسافت گوه تو دهنشونه گیرخوار ای کسافت زخمی کرد ما رو بزنش تخم سگ رو آشغال زخمی شدیم بچه. دور تصویر ما از فعلا یه جون استفاده میکنیم تا یکی دیگه. سری بده برگرد حالا وقتشه. میخواد یس چه کمباتی داره بچه ها. دارم غرق نورداش میکنه. البته مرده باشه دیگه. آره خب گفت چهارراه دوم همین چهارراه بود. اینجا را بریم این سمتی. بریم اینجا چیه؟ خیلی چندشن. این خیلی چندشه. سریع بزنش چون بلندش وحشی تر میشه. ای بزنش تخم سگ رو بی پدر و مادر. ماشین پلیس مگه میشه داخلش چیزی نباشه؟ لعنت بهتون. هیچ لوتی داخلش نیست. بریم. خب باز یکی دیگه. سری بیا عقب. حالا وقتشه. کثافت گیرخوار. گفت میخورم اگه تو دهنت این چیزا میاد بیرون. یس. این لرزش دوربین موقع ضربه زدن هم خیلی باحاله داخل این بازی. خب اینجا که یکم باید برگردیم. سرنبش یه دونه خونه است. خب بله اینجاست. میریم داخلش. گزینه سیو داره. خب بریم در چیه؟ این در که قفله. آیتمایی که داریم فقط یه دونه کلیده. یه دونه سکه است بچه‌ها. این چیه؟ یه سری توضیحاته. حالا اگه لازم شد ترجمه‌شو براتون میذارم. اگه هم نه که زیاد مهم نیست. جلو خب تو نقشه علامت گذاری کرد. این چیه؟ گرامافونه بچه‌ها. یه گرامافون شکسته. یه چیز شکسته داخلش بود. خب اینو گرفتیم. حالا احتمالا ما آیو بزنیم آیتمامون نشون میده. احتمالا باید این موسیقی رو یا هم گرامافون رو چی کنیم؟ تکمیل کنیم. خب اینجا هم که دیگه چیزی نیست. یه سیو ریز داشته باشیم و بریم. خب بریم این سمتی بچه‌ها. خب توی نقشه نگاه بندازیم. بله بعد بریم توی گراوی موزیک. خودش میگم این بازی مپش هوشمنده و شما رو درگیر این داستانا نمیکنه که تو مپ خودت بخوای کاری کنه. خودش مسیر رو بهت نشون میده تا خط داستانی رو پیش بگیری. الکی گمراه نشی تو این محیط. وگرنه آدم میتونه به تک تک این اتاقا رو در بزنه چک کنه که همشون هم بستن. یکی رو برو دور بر بپنج. خب یه سری جا صدای اون ضبطه میاد. بریم سریع قافله گیرشات بکنیم. سریع بیا عقب. سریع اول اینو بزنیم. این بزن. اینو اول بزنیم. گیرخوار بزن بچک تخم سگ. خب اولی رو زدیم. بریم سراغ دومی. تا این بلند نشو باید بزنیمش. یس دهنتون سرویس. این مرده؟ آره
خب اینجا دو تا ماشین هست، ماشینا رو لوت کنیم ببینیم چیز داخلش هست یا نیست. اینم که داخلش چیزی نیست. این ماشین رو چک کنیم. بچه‌ها واقعا من محو داستان بازی شدم ها. دمتون گرم بچه‌ها. اگه به این سبک بازی علاقه دارین و اگه دوست دارین منو حمایت کنین لطفا یه بیلاخ خوشگل همین الان زیر ویدیو بذارین و اگه گذاشتین چک کنین که بیلاختون نپریده باشه، چون ما با فیلتر شکم میریم به خاطر این ممکنه این بیلاخو با تشخیص بده و بپرونه. پس حتما این کارو کنید و کامنت انگلیسی زیر ویدیوم بذارین بچه‌ها تا از من حمایت بشه. اینجوری خستگی من در میره و کمک میکنین به من که چنلم زودتر رشد کنه بچه. دمتون گرم. خب بعد کجا میرفتیم؟ جلوتر بره ببینم. اینجاست گراوی موزیک، اینجاست. انگار یه گرامافون فروشیه. سریع اینو بزنیم. شندش میزنم چک. خب اینو زدیم. یکی دیگه هم هست اونجاست. سریع صدا میزنیم. یکم عقب میای. این اسیدشو بپاشه. حالا میریم. یس گیرخوار دیگه مرد. عالی. خب چک کنیم اینجا رو. اینجا که چیزی نیست. اینجا یه نوشته هست که اگه آر رو بزنیم نوشتهش به ما نشون میده. خب اینجا چیزی نیست. خب اینجا رو چک کنیم. نه چیزی نیست. اینجا هم هیچی باشه. میگم یه حالت درخشنده داره. اینجا چیزی نیست. خب روبرو. بله بریم اینور. اینجا رو چک کنیم. بله این چیه؟ آها یه تیکه چسب گرفتیم بچه ها و یه گرامافون شکسته. تیکه دومون رو پیدا کرده. The Long Way. ادامهش مشخص نیست چیه. خب اوکی. تو نقشه آیتمامون رو ببینیم. می کمباین کن. اوکی. این به علاوه چسب رازی به علاوه گرامافون شکسته. اوکی. The Long Way Home. آهنگش کامل شد. بریم آهنگش رو گوش بدیم. حتی بریم احتمالاً بریم سمت همون گرامافونه. درسته؟ ببینیم. بله دوباره میگه بریم همون باره گوش کنیم. یه جای دیگه هم بچه ها یه گزینه اضافه شد. بریم بررسی کنیم. این سمت چیز جدیدی باز نشد. اینجا چی نوشته؟ یه موزیک شما رو میتونه برگردونه به گذشته، به لحظه هایی که داشتین یا چیزایی که گم کردین. جالبه واقعا هم همینه. مثلا آهنگی گوش میدی یا یاد یه خاطری یا یاد یه نفر یا یاد یه شهری براتون زنده میشه. همینه. آدمو برمیگردونه به همون تاریخ. ولی اینکه چه موسیقی گوش کنین که شما رو به اون یادا بندازه خودش مهمه بچه‌ها. مثلا الان ما گوش میدیم یه آهنگ داریوش، ابی، هایده و یاد خاطرات میبینیم. دمش کم عجب آهنگی بود. ولی مثلا یه سری خواننده‌های رپ امروزی اومدن عملا کسوشر میخونن بچه‌ها. بعد شما مثلا 10 سال دیگه 15 سال دیگه بزرگتر میشی، سلیقه موسیقیت میره بالاتر، بعد میگه ای من اون موقع چه موسیقی کسوشری رو گوش میدادم. واقعا هم همینه. خب میریم این سمتی. آره دیگه همینجاست. آره بچه‌ها بریم اینجا ببینیم میتونیم کاری انجام بدیم یا نه. بله اینجا بود دیگه. خب بعد چیکار کنیم؟ با W میتونیم آیتما رو جابجا کنیم. خب این رفت تو این. خب این پایین نمیره. ما اینو ببریم پایین تر. صبر کن. خب تو بخواب. حالا تو بچرخ. اوکی گرامافون. حالا ما باید گرامافون خودمون رو بزنیم داخلش. بریم چه اتفاقی میفته. سیدی که مادرمون شکسته است. 2 آبیه. ما میام روی آبی
درسته؟ و شماره 2 او 2 نداره. بچه باید شماره 2 رو پیدا کنیم. شمارهش افتاده. پس ما فعلا اینو نمیتونیم انجام بدیم. بریم جلوتر. توی نقشه یه چیز دیگه هم اضافه شد. نزدیک خودمونه. خب قرار شد بریم جلو و اینجا یه مسیر رو پیدا کنیم داخل یه آپارتمان وارد بشیم. بریم ببینیم چه خبره. خدایش حسابی غرق این داستان شدم و واقعا دمشون گرم. یکی دیگه سریع اول عقب بیایم، عقب بیایم. حالا بریم گیرخوار تخم سگ. عالی. یس. یک کله با ما رو زخمی کرد. آشغال. خب آپارتمان همینجاست. درش احتمالا اینه. آره همینه. خب میریم داخل. اینجا که چیزی نیست. این ضبطی یهو فرکانسش میره بالا. این چیه رو برو؟ خب اینو زدیم. اینجا چی بود؟ اتاق شماره 1 میگه آها کلید اونجا. اتاق 1. خب بریم ببینیم چه خبره. 4 و 5 و 6 و 7 و 8 طبقه بالا. خب بریم این سمتی این در رو باز کنیم. آها باید هول بدیم. اوکی. شخصیتمون یه کوچیک زخمی شده. کلید اینجاست. ایوه. آها کلید اتاق شماره 5. خب اینجا که چیزی نیست. اینجا چیه؟ میگه اتاق شماره 5 کلید جا گذاشت و میگه چک کنید دیگه، حواستون باشه. اوکی میریم. باید بریم طبقه بالا. خب اینجا که چیزی نیست درسته؟ اینجا یه چیزی هست. این چیه؟ این قیمت هست. یه فیش دیگه درسته؟ خب این فیش رو ولش کن. اینجا چیه؟ یه دونه سارنگ دیگه. اوکی. و اینجا چیه؟ یا دایی جون به ما بدین دیگه. گیر خارا. این همه دارو اینجاست. دهنتون سرویس. این بر بسته است. اتاق شماره 3 هم بسته. بریم طبقه بالا بچه ها. خب اتاق شماره 4 این بر که چی؟ اتاق شماره 5. اوکی کلید میزنیم. خب ایوه. این بر که چیزی نیست. حداقل یک آیتمی میذاشتن که شخصیتون به مرور یکم حالش بهتر میشد. همینجوری گیاشی هست که هست. خب بریم این سمت. قراره چه اتفاقی بیفته؟ وای پشمام. طبق بالا صدای معده یه نفر میاد بچه ها. قرار بگوزه. خب اینجا که بسته است. این برم که بسته است. اوکی. اینجاها که چیزی نیست. چقدر محیطش باحال و خفنه. و از یه تریک استفاده کردم بچه ها برای اینکه آدم گمراه نشه و وقت الکی نگذرونه داخل این بازی. جایی که مسیر نیست و چوب و این چیزا بستن. اوه آقا این داره میریزه. همیالان گفتم داره میریزه. صداش قشنگ میومد. میلرزید قشنگ. خب میریم اینجا. نوشتهش چیه؟ یه سری جاش خونده نمیشه و یه سری توضیحات داره. اوکی مهم نیست اصلا نوشتهاش. اینا که هیچی نیست و دوباره چیزای چندش رو داریم میبینیم. اینجا که هیچی.
خب اینجا چیه؟ نگو که باید داخل این سوراخ دست بذاری. یا ابوالفضل با این چیزایی که دیدی با خیلی خایه داری. برو صدای چیه؟ از تو کون یه نفر داره یه چیزی رو در میاره. آها شماره 2 پیدا شد بچه ها. ایول همون دستگاه بود که شماره 2 نداشت. شماره 2 رو پیدا کردیم. بریم اینجا چیه؟ اوه گوه میاد داخلش. این چیه؟ لجن. خب باید بریم بیرون. خب این ورا که هیچی هم آیتمی نیست. این ورا یه دودکشو بریم پایین. حرکت دوربینش هم جالبه بچه ها. یعنی همراه با خود سوژه حرکت میکنه و حس ترس رو بیشتر القا میکنه. خب اینجا چیزی نیست. نه. و اینجا هم در باز شد. خب الان توی نقشه دقیقا باید بریم داخل همون آپارتمانه. بریم ببینیم که اون به ما چی میده. احتمالا یه رازی باز میشه برامون که تو نقشه جای جدید علامت میخوره. خب میریم این سمتی و میریم اینجا. خب شماره 2 رو میگیریم. میگه این رو یوز کن دیگه. وایسه بعد بریم روش. حالا 2 رو بزنیم. آره خب 2 اضافه شد. ما کلید آبی رو روشن کنیم و شماره 2 رو بزنیم. درسته؟ حالا سکرم بندازیم. شماره 2 ترک دومی. بریم چیه؟ چه موسیقی باحالی. دقیقا اینو برگردون به خاطرات گذشتهش. یه سری جا نظرش میاد. یه پارکی نظرش اومد بچه ها. The park on the lake. پارکی که کنار رودخونه است. Just the two of us staring at the water. انگار یه سرنخی دست میگه. یادش اومد که کنار رودخونه یعنی پارکی که کنار اون دریاچه هست میتونه بره. خب به فاک رفت. آها ولی در عوض یک کلید گرفتیم بچه ها. این کلید کجا میتونه باشه؟ نیرلی بار کی؟ خب میگه تو همین بار یک کلید داریم. خب بچه ما یه سیو داشته باشیم. خب نظرتونه؟ ای سیو گفتم بکن نگفتم ضربه بزن. میریم این سمتی. خب در قفل در باز شد. این سمتی که راهی نداره. آها اینجا یه پنجره است. میگیریم حال به جلو. برو بالا و بپر. دهنت سرویس. خیلی خایه داری مرد. خیلی خایه داری. خب اینجا چیه؟ خب بچه یه دونه جونو بخوریم جونمون بهتر بشه. اون سرنگه برای مواقعی که فکر کنم جونمون خیلی دیگه ریده بشه به درد میخوره. خب نوشتهشو میاریم و میریم داخل بازی. اینجا که چیزی نیست. تو نقشه علامت گذاریش رو کرد. خب بریم این سمتی بریم چه خبره. یه سری جاها مه خیلی بیشتره. این در بسته است.
و بریم این سمتی. الان توی نقشه کجا هستیم ما اصلا؟ آها تو فضای بین آره دیگه آپارتمان هست. روبرو یه علامت تعجب گذاشته. دقیقا روبروه. نگاش کنین. این چیزی نداشت. این چی؟ این چیزی داره؟ نه. اینا چیزی داخلش نیست. این چیه؟ اینا رو بذار بزنم. این معلوم چیه هستن. اینجا خب خیلی باحال شیشه ها رو میشکنه. کاملا طبیعی بچه ها. باید بریم این سمتی. آها اینجا یه در نیمه باز داره. خب اینجا چیه؟ یه پارچه است. آها یه دونه کلید جدید گرفتیم بچه ها. ایوه. حالا کلید کجاست نمیدونم. وای وای وای. اول اینو بزنیم. اول اینو بزنیم. دی پدر و مادر. بزنش. حالا وقتشه. آشغال. بزن بزن کول سگ رو. کثافت. نمید. آشغال. عالی. بزن بزن. یس یس یس. کثافت. آشغال. تخم حروم. اوف. همه‌شون رو کشتیم. یه کلید گرفتیم. در رو ببینیم این ماشینه داخلش چیزی هست. اوف بریم. یهو یه باد خیلی شدید داره میزنه. بریم. تو نقشه چک کنیم. ما کلیدی که گرفتیم کلید چیه؟ وودساید اپارتمنت درسته؟ تو نقشه رو چک کنیم. وودساید اپارتمنت بچه مشخص کرده. بریم جلو بعد بریم سمت چپ. بریم جلو بعد میریم سمت چپ. دهنشون سرویس. یهو ما رو خایفن کردن. اوه اوه اوه. اینه یهو بلند نشم. بریم. حالا که درگیر نشیم فعلا بریم. صدا میاد. تخم سگ دنبال من میای؟ بزنش. یس. یکی اینجاست. اوه چند تا این شما. یا اول فصل. فعلا بریم دونه دونه بریم تو کارشون بچه ها. یکی یا اول فصل. تو نقشه کدوم سمتی باید بریم؟ پشت سرمونه. آقا فعلا با اینا درگیر نمیشم. عالی. یس. دهن سازنده هاشون سرویس. آها بالاخره ما یه آیتم اینجا پیدا کردیم توی این ماشینا. اوکی. و این چیه؟ وودساید بچه ها. ایوه. اینجا چیه؟ تکسان کافه. میت می دیر. من اونجا پیدا کن. چی؟ We gotta leave. meet me there. بریم داخلش ببینیم چه خبره. ایوه. که اینجا رو هم پیدا کردیم.